باورتون میشه این بی درد سرترین کوبیده جهان و بی استرس ترینه؟ شب عیدی درست کنید و حالشو ببرید. سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. اول از همه من عذرخواهی میکنم، ایام عید بچه‌ها دارن بازی میکنن، امکان داره یه ذره صداشون باعث بشه که شما اذیت بشید، ولی من یه چیزی اعتقاد دارم بهش که اصلا ذوق بچه‌ها رو کور نکنم، واسه همین چیزی بهشون نگفتم، گذاشتم بازی کنن و حال کنن. امروز یه ویدیو خیلی باحال و متفاوت داریم، یه آموزش خیلی خوب و حرفه‌ای کوبیده مرغ می‌خوایم درست کنیم. کوبیده مرغ همون چیزاست که حتی از ورژن اصلیش که کوبیده گوشته خوشمزه تره. پس با من همراه باشید که یه کوبیده مرغ خیلی خوشمزه و آسون درست کنیم و ازش لذت ببریم. همه غذاش هم خوب. ما احتیاج داریم به رون مرغ بیخس شده، سینه مرغ و دنبه گوسفندی که این کوبیده‌مون رو درست کنیم. اول از همه رونا رو به تیکه‌های کوچیک‌تر تقسیم میکنم و این استخونش هم میگیرم برای اینکه سفت نشه. حسابی رون مرغ رو ساتوری میکنیم تا چسبش در بیاد. بچه ها گفتن چرا نمیریزی توی خورد کن، ولی با ساتوری کردن خیلی بیشتر چسب مرغ در میاد. این نکته رو یادتون نره. ما 300 گرم سینه احتیاج داریم، 300 گرم رون، 200 گرم هم دنبه. سینه های مرغمون هم همونطور که دیدین ساتوری میکنیم. دنبه گوسفند رو برای تامین چربی کوبیده مرغمون استفاده میکنم و اونم ساتوری میکنم. الان تمام موادمون رو با هم دیگه ساتوری میکنیم. ما به توفاله 2 عدد پیاز نیاز داریم که آبش هم دور نریزید. در ادامه میبینید میخوام چیکار کنم. این توفاله 2 عدد پیاز آب گرفته شده، آبش رو کامل بگیریم. حالا میریم سراغ ساتوری کردن فلفل دلمه‌ای و جعفری. ما به جعفری هم احتیاج داریم. ترکیب رنگش دقت کنید، سبز، قرمز و رنگ خود مرغ. اصفهانیای عزیز، دارم غذای معروف شهرتون رو درست میکنم. ببینید اگه ایرادی داشت برام بنویسید تو کامنت. حالا تمام اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و دوباره ساتوریشون میکنیم. وقتی این چسبا رو روی ساتور دیدین و روی تخته هم دیدین، یعنی اینکه چسب مرغ در اومده و آماده اضافه کردن ادویه ها بهش. فلفل قرمز، کوبیده مرغ اصلا فلفل سیاه نداره، فلفل قرمز. نمک، اینم رازشه برای پف کردن و در اومدن چسبش، جوش شیرین. اینم عصاره پیازه که خیلی خوشمزه‌اش میکنه. حالا با دستمون قشنگ ورزش میدیم. نکته‌ای که دوره آشپزی من یاد گرفتم و سرآشپزمون به من گفت روی این نکته هم خیلی تاکید داشت، چی بود؟ اون بود که میگفت هیچ کباب کوبیده نیست که جوش شیرین نداشته باشه. چه کباب کوبیده مرغ چه گوشت، میگفت تمامشون جوش شیرین دارن و موجب میشه که رو سیخ نریزه. حالا اون نظر شخصی ایشون بوده، هر کی نظرش قابل احترامه. اگه شما
نظر دیگه ای دارین تو کامنت ها برام بنویسید. به قسمت خیلی مهمش، قسمت سیخ زدن. آب پیاز احتیاج داریم برای اینکه دستمون رو تر کنیم که نچسبه به گوشت. یه چونه از گوشت بر می‌داریم. حالا اینجوری که می‌بینید پهن می‌کنیم روی سیخ. هی دستتون رو میزنید تو آب پیاز، هی دوباره میزنید به گوشتمون که خودشون منسجم کنه. سرشو تهشو میبندیم و گل میندازیم. این دنبا هم سیخ بزنید، کنار منقل بذارید، هی از چربی این بزنید روی کوبیدتون. این هم رومالش، کره و روغن و زعفرون. رومال میره رو منقل. فقط این نکته رو فراموش نکنید، تون تون برش گردونید. اصلا هم باد نزنید، اصلا. عجب بویی داره، فوق‌العاده است بوش. میریم برای رومال. در مرحله رومالیم. به 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 به. اینم برای اینکه خوش نشه. عجب چیزی شده، جاتون عجیب خالی. انقدر خوب شده دیگه نه من تزیینش میکنم نه برنج کنارش میارم، هیچی، همینجوری ساده میخورم و لذتشو میبرم. امیدوارم شما هم لذتشو برده باشین، این کوبیده راحت رو یاد گرفته باشید، درست کنید و لذتشو ببرید. حالا یه تستم بریم بکنید. آبدار جاتون خالی. کوبیده باید بره جلو. بیا، انقدر خوشگل بود گوجهشو یادم رفت. مرسی. اینم گوجهش.
خوشحال شدم تا اینجا همراهم بودید. اگه کانال رو دوست دارید سابسکرایب کنید. این هم ویدیو قبلی اگه دوست داشتین ببینید. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. من یه چیزی بگم و دیگه برم. خوشمزه ترین غذایی بود که تا حالا خودم درست کرده بودم، به شخصه عالی شده بود. آخه نگاش کن.